جانی هناش میبندم ای عروسناش میبندم ای امام اولش آمد خوش آمد جان دامناش میبندم ای امام دومش آمد به میدان عروسناش میبندم ای ملایک بر سرش یاسین و میخوان جان عروسناش میبندم ای امام سومش آمد به میدان جان ملایک بر سرش میخوانده قرآن جان عروسناش میبندم ای امام چهارمش آمد به میدان ای جانی هناش میبندم ای ملایک بر سرش میخوانده قرآن جان عروسناش میبندم ای امام پنجمش آمد به میدان جان عروسناش میبندم ای ملایک بر سرش یاسین و میخوان جان عروسناش میبندم ای امام ششمش آمد به میدان جان عروسناش میبندم ای ملایک بر سرش میخوانده قرآن جان عروسناش میبندم ای امام هفتمش آمد به میدان جان عروسناش میبندم ای ملایک بر سرش یاسین و میخوان جان عروسناش میبندم ای امام هشتمش آمد به میدان جان عروسناش میبندم ای ملایک بر سرش میخوانده قرآن جان عروسناش میبندم ای امام نهمش آمد به میدان جان عروسناش میبندم ای ملایک بر سرش یاسین و میخوان جان عروسناش میبندم ای امام دهمش آمد به میدان عروسناش میبندم ای
ملائک بر سرش میخوانده قرآن جان آروسناش میبندم امام 11 آمد به میدان جان آروسناش میبندم ملائک بر سرش یاسین و میخوان جان آروسناش میبندم امام 12 جمله امامان جان آروسناش میبندم اللهم صل علی این جانه ما ایتورینه جانه خب قدیمی تره الان مثلا یه چیزی اضافه شو کرده مثل قدیمی نکنه او شو دیگه مثلا او امام باقر فلانه او امام رضا او تر می دیگه او شنوش دیگه خیلی دیگه الان چی نه ما هم تو 12 امام خونه که دیگه کسی مال خو ما هم تو هنه و پای عروس یا دوماد بمانه